Abi yakız yakı çok girer hafta yakın skaminga ve ştab Tamam, yapacağım. Maşallah. Tak kujya di dasar tu kita rapi desu. Salam atas. امروز من با مادرم به این باغ اومدم و در اینجا عکسیه است. من با مادرم یک چند کتاب ها رو انتخاب نموده و میخوایم که من کتاب خانی رو دوست میدارم و میخوایم که عکسیه بسازم. این بگاه در اینجا عکس برای جوانان فرستاده است که جوانان به اینجا بیایند و از کتاب های پرمضمون و پرشرف استفاده برند. و من خیلی کتابخوانی را دوست می‌دارم و در بسیار کتاب‌هایی که درباره تاجیکستان، درباره وحدت، درباره وطن نوشته شده باشند گرفتم. من مثلا خاک وطن این کتاب من محفوظ شد و از یک دیدن من این را گرفتم. نیتی همه اکسیه آمدیم که مثال کتاب‌های شوق‌آور رو دیدیم. یک دو سه کتاب گرفتیم، همین دخترامون خوانده مفکوره‌شون بلند کرد. با باغ رودکی اومدید و میبینم که در دست اون کتاب هستن. با غیر چشمداشت اومده یا که دونسته اومدید که امروز عکس کتابخوانی است در این باغ؟ نه ما را گفت دادن یا جوامو که امروز میشود عکس‌های کتابا رو تقسیم کنن. اومدیم که کتاب گیریم، کتاب خوب. شما کتاب چی گرفتید از این عکس؟ کتاب پدرهای سبز، کتاب عاشقانه نور محمد نیازی. خواهی که دانا شوی، شخصی توانا شوی، باز بینم بهره یا حکمت من به حساب، گیری دستت منم گشته و گرگشته خون، لیک فقط زندگار تازه نگاه هم دیدار. حکومت جمهوری تاجیکستان بار اول در تاریخ شاهی استقلالی عملیاتی بیاید کتاب بخونیم راه اندازی شد. 1000 دانه کتاب جمع آوری شد و در این روز عملیات در روز بین المللی جوانان و نورسان و دوستداران کتاب تقدیم نمود شد و همزمان روزنامه جوانان تاجیکستان از جانب کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد کمیته جمهوری تاجیکستان رایگان و جوانان و نسل نورس و دوستداران کتاب تقدیم شد که من به اتمام کامل میگم که این اقدام بی‌نظیر است. همراه عمم و اپایم به تماشای باغ رودکی آمدیم و من امروز فهمیدم که امروز این عکسی کتاب ها می باشد و من از اینجا تیب و خوبی و رعنایی گلنظر کلدی را برای خود برای خواندن به خانه گرفتم. Читайте, хочу, чтобы все люди и все дети, как я, тоже любили читать. И я думаю, что сегодня многие люди взяли себе разные книги.